السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، فردا روز عرفه، یعنی هر انسانی که روز عرفه یعنی یک روز روزداری کنه مثل که یک سال روزدار بود. الله سبحانه و تعالی سال گناهش عفو و مغفرت میکنه ان شاء الله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الحج یوم العرفه، یعنی حج روز عرفه هست. خوشا به حال حاجیانی که عین حال در حج هستند. الله سبحانه و تعالی هر یک مسلمان به این آرزو، به این رکن اسلام، به این رکن مسلمانی برسانه که بروه و حج البیت من استطاع الیه سبیله. هر انسانی که شرایطمنده برای حج علیه حج فرض شده باید بروه اداش کنه. بعضی میگه من فرزندام ازن بتم کلمه حج حساب میشه. نه، فرضه، شرایط داری، فرضی را بجا بیار. خوشا به حالتون که پل نگفتین، مال نگفتین، گروه گواری زن فرزند نگفتین، رفتین حج بجا وردین. مثل بعضی ها ماشین نگفتین، گفتی گرپا دیگه و دیگه چیزا نگفتین، رفتین حج کردین. الله سبحانه و تعالی حج قبول بفرمایه. حج مبرور رسول الله میگه لیس له جزاء الا الجنه. حج که قبول میشه نزد الله سبحانه و تعالی برای او یگان جزایی نیست، یگان پاداش نیست مگر که جنت. یعنی خوش به حال انسانی که حجش قبول شه الله برای او جنت عطا میکنه. چگونه بفهمیم که حج قبول شده؟ هر عملهای زشت داشتن، هر عملهایی که بدی داشتن، اون عملها را دیگه تکرار نکنن، چی فهمیده میشه که حجشون قبول شد. مثلا انسانی که سیگار کشه رفته برگشت سیگار کشی را پرتافت، ان شاء الله که حجش قبوله. انسانی که دشنام میکرد، انسانی که بدرفتاری میکرد، انسانی که عرق نوشی میکرد، حج رفت آمده این عملها را ترک کرد، یعنی مبدل شی، تغییر یافت. الله سبحانه و تعالی حج قبول میکنه ان شاء الله. خب سری موضوع که هر حاجی که از در عرفات یعنی دعاتون ان شاء الله مستجابه، روزه را روزداری کنین و در حق ما دعا را هم نیز فراموش مکنین. و پگه میتونین که کدامید که سلامتیتون پس ولد میکنه بسیار تلاوت قرآن کنین، روزداری کنین، خیر صدقات کنین، بگیم گوسپند کشی کنین، چه عمل های خیری کرده میتونین ان شاء الله که بکنین. الله سبحانه و تعالی خیرات و صدقاتون قبول بفرمایه و از تمام بلاها و آفتها و زمینی و آسمانی الله نگهبانتون باشه. هر کجایی که باشین ساق و سلامت باشین و در حق ما هم نیز دعا کنین الله نگهبانتون باشه، در امان الله باشین. السلام علیکم. اینه به کارخانه صلاح حجامه رسیدیم. انشالله که در خدمتم برادران، یعنی برای حجامه باشه، برای دیگه چیزا باشه. رقم ها در آخر میتونین که انشالله که مراجعت کنین. این اینجا که میبینین کارخانه صلاح حجامه برادران در خدمت هستن. السلام علیکم.